سالی کی هست؟ شب 31 دکبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفتی این شب همه تا ساعت 12 شیشته. محمد ابن عبدالله تولد شده بود. یا نام که شما سالی تولد پیغمبرتان نمیدانه، اما سالی تولد عیسی را از اروپاییان زاهد شما جشن گرفت ایستاده. شرمنده های بی ناموس و بی غیرت. شما مسیحی ها، شما اروپایی ها، یهودی ها پیغمبر شما رو جشن نمیگیرن سال تولد شد. شما باشه خانه به خانه خدا به در خانه یاوگه کرده باشه زناتان طلاق شدگن از سر ناو عرض کرده مسلمان شده ملا بیاره نگاه کنه و الا باز بگیم زندگی تا حرام است. برای که همه فتواها هست من تشبه بقوم فهو اما هر فرد مسلمان در خانهش یالکه میکند، یالکه را با چراغک‌های سالینوی زینت می‌دهد. آیا درست است یا نه؟ از نظر اسلام این حرام است، درست نیست. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این قبول کردنی آیین یک دینی دیگر است، این مغلوب شدن در پیش مدنیت مسیحی ها. بنابراین کسانی که در خانه هاشان یالکه میکنند اگر نادانسته کرده باشند خوب در پیشگاه خدا شاید یک عذر داشته باشند. البته که نادانی در اسلام عذر نیست، لیکن بعد از شنیدن با یالکه کنند، اگر هوای حلال دانند، اگر از همون یالکه تبرک جویند از این خارج میشوند. قومای عزیز این کار رو میکنه شما را خدا مسلمان آفریده است. او یالکه اگر عمر دراز میکرد، او یالکه اگر حیات سبز و خرم میکرد مسیحی ها رو میکرد تا چی در باطلاقی بد اخلاقی او چی در اخلاقی سازی هست. بنابراین این کار رو نکنید، این حرام است. من خوفی آن دارم که کننده این کار از ایمان خارج میشود. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید من تشبه بقوم فهو منهم، کسی خوش به یک قوم مانند میگذارد و هم از همون طایفه حساب میشود. برای چی قومای عزیز مسیحی ها یا یهودی ها عید رمضان و قربان شما رو پیشواز نمیگیرند؟ برای چی اونها موسم حج شما رو پیشواز نمیگیرند؟ اما ما مسلمان ها باشیم همه عیدای مسیحی ها رو پیشواز میگیریم. از سال نو سرگرده و هشتم مارس سرگرده و یکم مای سرگرده همش پیشواز میگیریم. این نشانی مغلوب شدن ما در نزد اونها. حضرت علامه اقبال میگوید که پشت بازم تحتی که کابوس را سرگیره از دست بده ناموس را. حالا که باید به ما این چیزه دادیم، هر چیزی که داشتیم اونها گرفتم. اما این رو بخواهند دین ما نمگیرن. عادتهای عرف و عادتهای خشن بادای ما دبار کلیستادیم بزرگ. حضرت علامه میگوید که برای خاطر دین و ایمان و پادشاهی هم که به شما دیگر دشمنای خدا قبول نکنه، پشت پا کنه، اما ایمان تان از دست نمیدن. بنابراین پدرای عزیز نگذاره دخترانتان یا بچه‌هاتان در خانه‌های کار کنند. از دست اون یالکه والله هیچی نمی‌بیاد. این مصیبت اشتد با در اون یالکه تا ساعت 12 میشینند، با پیشوند شمخان و قبرستان و گورستان میمونند. برای نماز گفتن تا ساعت 8 موسیقیدار با تاسکر میشن اذان بگو، بعدش همین شام بخوان چهار کلمه ناگذاشته تکبیر گفته نخوانه. اما تا ساعت 12 زنگی مسکا برآمده نه میشینن در گرد یالکه. گویا که عیسی آمد و به همش دران سرش دستمان روی. بنابراین این کارا رو نکنید تا حرام هستیم. این ملت فروشی است، این دین فروشی است، این دور شدن از اسلام هستیم. نکنید تا پدرای عزیز پیشو که از این میبراید خدا نفهمیدیم ممید فساد پیش
خدا میری که خاطر جنتی نسل ایمان و وقت باید